با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون روژلات به برنامه ویژه پویش که در نوع خود نوعی از ضیافت همگنانه سیاسی هم خواهد بود خوش آمدید. ضیافت بدین معنا که امروز نمایندگانی از حوزه اندیشه، فرهنگ و سیاست از میان خلقهای ما در استودیو هستند، از میان ملیت‌های ایران در استودیو هستند و با هم می‌خواهیم صحبتی داشته باشیم پیرامون دادخواهی‌ها، برابری‌خواهی‌ها و برای ساختن برابری‌ها و گذر از این و عبور از این گسل‌های بیهوده که امروز بر سرنوشت مردم این کشور حادثه. صحبت کوتاه، مایلم مهمانان برنامه رو خدمتون معرفی بکنم. قبل از هر معرفی دوستان عزیزم خوش آمدید. از سمت راست من یوسف کر از کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن. دوست ارجمندم ضیا صدرالاشرافی معرف و حضور همگان هست از کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان. یاسین اهوازی عزیزم عضو حزب تضامن دموکرات اهواز. خیلی خوش آمدین. و فرامرز بختیاری عزیز دیگرم مسئول حزب اتحاد بختیاری و لرستان. دوستان عزیز خوش آمدید به برنامه خودتان. خب پرسش نخست رو شاید باید از ضیا صدرالاشرافی آغاز بکنم. شاید باید نگاهی بیاندازیم به این جامعه رنگین کمان که در کشورمون داریم. تعدد تکثر فرهنگ‌ها، خلق‌ها، زبان‌ها، ادیان، وجدان‌ها و این همه گسل، این همه تبعیض، این همه تفاوت. مایلم به این مینیاتور با هم یک نگاهی بیاندازیم. با شما شروع می‌کنم. من بسیار متشکرم از شما دوست عزیزم آقای سیروس ملکوتی، از مجریان تلویزیون روژلات و افتخار دارم در اینجا با دوستان عزیز و همدلم آقای یوسف کر ترکمن، آقای یاسین اهوازی عرب و فرامرزخان بختیار از لرستان لر بختیاری به اصطلاح نشستیم و همدلی بکنیم. سوال شما بسیار سوال به نظر من کلیدی جامعه ایرانه. بسته به عینکی است که به این تکثر نگاه میکنیم. این تکثر از کجا اومده؟ از موقعیت جغرافیایی تاریخ ایران میاد. پلیست وسط دو تا دریا. از پیش از عصر باستان تمام کسانی که به دلیل سرما از شمال به جنوب اومدن، از شرق به غرب رفتن، از غرب به شرق رفتن، ناچار از اینجا گذشتن و اثر تاریخی خودشون رو یا به صورت مهاجر یا به صورت مهاجم در اینجا بخششون ماندگار شدن و گذاشتن. اگر ما با عینک امنیتی که از 1304 یعنی دوران پهلوی تا به امروز همون سیاست ادامه پیدا کرده، در جمهوری اسلامی بدتر، یعنی گل بودیم و به سبزه اسلام خمینی هم آراسته شدیم. تبعیض زبانی داشتیم، تبعیض دینی و مذهبی هم، اونم در شکل بدعتی ولایت فقیه بر اون اضافه شده. جنسیتی هم کنار همون جنسیتی سابقه تاریخی خیلی طولانی در ایران داره. متاسفانه تبعیض جنسیتی ما بعد از انقراض من تاریخ ایران رو میدونم، علاقه هم دارم. بعد از انقراض ایلام
در خوزستان و بخشی از لرستان و استان فارس شامل میشد تا جیرفت. اونها مادر تباری و پدر سالاری بودن، یعنی هر کس از طرف مادر خودش شناخته میشد. شاه به دلیل خانواده مادریش شاه میشد و خواهرزادش امکان شاه شدن داشت، نه پسرش که متعلق به زنش بود. بعد از انقراض ایلام ما پدر سالاری داریم، مرد سالاری هم داریم، مرد تباری هم داریم. دیگه زن به حاشیه رانده میشه، از جمله در تخت جمشید که بزرگترین موزه مردم شناسی دنیاست 2000 مجسمه وجود داره، یه تصویر زن گیر نمیارید. به عنوان نمونه بگم متاسفانه این تاریخ ما بوده تا امروز هم ادامه داشته. از جمله کنگره خواستار رفع هر نوع تبعیض در کنار تبعیض زبانی، تبعیض جنسیتی و تبعیض دینی هست. ما اگر خلاصه صحبتم، وقت دوستان بیش از من صحبت خواهند کرد و مفیدتر، عینک امنیتی رو از چشممون ورداریم، این یکی از امکانات استثنایی جامعه ایرانه که از این تنوع زبانی و ملیتی و بگم فرهنگی و توش هم دینی برخورداره. چرا؟ بخشی از این ملیت ها که در حاشیه ایران قرار گرفتن، بخششون در اون ور مرز قرار دارن. ترکمن، از دوست ترکمن شروع میکنم، در اون ور مرز ترکمنستانه، آذربایجان جمهوری آذربایجان و بخشی از ترکیه است. عین همون کرد، دوستان کرد در کردستان و عرب هم همینطوره، بلوچ هم همینطوره. همه اینها یه بخششون اونوره. ایران میتونه اگر یک سیستم فدرال دموکرات باشه به عنوان مرکز کل این منطقه عمل بکنه. خب حالا میریم سراغ یک رنگ دیگه، میریم سراغ رنگ ترکمنی، فرهنگ دیگری که در این سرزمین نغمه میشه، خونیاگری میشه، هستی سازه. جانم بگو. فقط یادم رفت لرها رو بگم که بخششون در عراق وجود دارن. میدونن من از طریق فرامرزخان بختیار خواستم که تکمیل بکنم. سکوت فرامرز بختیاری رو زیاد جدی نگیم، به موقعش میگم. خیلی ببخشید اضافه بکنم، نسبت جمعیتی در ایران ethnologue.com ایران 1998 رو در نظر بگیرید، 23 میلیون آذربایجانی، 22 میلیون فارس، 5 میلیون کرد، به همون نسبت الان رشد کردن جمعیت. 4 میلیون و 200 هزار نفر لوره، یعنی چهارمین نسبت جمعیتی بزرگ در ایران هستن. اینم اضافه بکن. به هر حال از نظر من، اگر من این اعتقادم، شهروند ایرانی حتی به مبنای کمیت بالاش در واقع سنجیده نمیشه. من حتی معتقدم شهروندان افغانی که امروز در ایران زندگی میکنن شهروندان ایرانی تازه اومده، قدمشون روی چشم، و اگر بخوان شهروند باشن باید این حق شهروندی بهشون عطا بشه، همچنان که ما در جوامع مختلف آمدیم و شهروند اون جوامع شدیم. اما خب نگاهی میندازیم به این رنگین کمانی که در بخشی از سرزمین ما صداهای زیادی زندگی میکنه و آفرینش‌های زندگی رو با خودش به ارمغان آورده و رنگ دیگری، به رنگ‌ها و این رنگین کمان افسوده. مایلم نگاه یوسف کر رو از خلق ترکمن نسبت به این سرزمین با این رنگین کمانی خودش ببینم که چیست. تشکر میکنم، سلام عرض میکنم برای بینندگان و با آقای دکتر ضیا صدرالاشرفی. خب بعد کافی از نظر من باز کردن، ولی من از زاویه دیگه میگم که خب واقعیت‌های تاریخی امروزی از نظر تنوع فرهنگی، زبانی و غیره در هر جامعه‌ای به نظر من وقتی جامعه موفق هست بتونه اون واقعیت‌ها را ازش یه جوری استفاده بکنه، سبب خیر بکنه برای رشد و ترقی، برای شکوفایی فرهنگی، بتونن جامعه به اون ایدئالی که مد نظر ما هست بدون که احساس تبعیض بکنن، بتونن در کنار هم دیگه زندگی مسالمت آمیز داشته باشن در سازندگی کشورشون
در مثلا رسیدن به رفاه، در اون به عنوان انسان یه احساس وظیفه کنه که در جامعه جهانی میتونه نقش ایفا بکنه در خدمت جامعه بشری. همه اینها را ما به نظر من هر یک از این فرهنگ ها، ملیت ها در مد نظرشون باید باشه که بتونن هم در کشور خودشون، هم در منطقهشون و هم در دنیا به عنوان بخشی از جامعه بشری به این شکلی که در تاریخ شکل گرفتن یه وظیفه ایفا بکنن، هم به نفع خودشون باشه و هم به نفع منطقه و هم به نفع جامعه جهانی انسانی کره زمین. فوق‌العاده است. خب بیاییم سراغ فرامرز بختیاری عزیز. همین پرسش از شما فرامرز جان در رابطه با این فرهنگ‌های رنگی. بله، این رو چگونه می‌سنجید؟ این تکثر فرهنگی در ایران، این تکثر ملی یکی از نقاط قوت ایرانه. اگر خوب به اون پرداخته بشه میتونه باعث رشد و شکوفایی بشه در ایران. متاسفانه در ایران استبداد مرکزی همیشه به صورت تکملیتی حاکم بوده و ملیت‌های دیگه کنار گذاشته شدند، در انزوا بودند و این هم باعث شده که هیچ گونه مشارکت سیاسی ملیت‌ها در امور تصمیم گیری نداشته باشند و این امر باعث شد که یک بحران مشارکت سیاسی در ایران همیشه وجود داشته باشه. کاملا. عده‌ای در حاشیه بله. تصمیم بنشینن، بله. در مرکز تصمیم. بله. این مشارکت سیاسی که صورت نگرفت، این بحران همیشه در ایران بود و بحران دومی هم بر این اضافه شد، اونم بحران هویتی بود، چون هویت‌های ما هم مورد انکار قرار گرفت، نفی شد و هیچگاه هویت‌های مختلف ملیت‌ها در ایران به رسمیت شناخته نشد. یا اگر هم بهش نگاه میشد به عنوان یک زینت، یک بله. در واقع بله. حاشیه، باز به عنوان یک حاشیه، این که بتوانه در امور خودش تصمیم بگیره و بتونه سرنوشت خودش رو رقم بزنه نبوده، به عنوان یک امر حاشیه‌ای و تفننی بوده که همیشه دولت مرکزی به این صورت استفاده می‌کرده. اما امروزه با توجه به این تکنولوژی پیشرفته اینفورماتیک که به وجود آمده، این عصر بیداری ملت‌ها فرا رسیده. دیگر نمیتوان عده‌ای رو در انزوا نگه داشت. بیداری ملی فرا رسیده و این هویت طلبی یک جنبش نوینی است در ایران که حرف نوعی است. اون ایدئولوژی های سابق که جهان شمول بودند و جهان وطنی بودند، اونها شکست خوردند. ولی این هویت طلبی به معنای در خود فرو رفتن نیست، یعنی رو در واقع گشایش، بله. شناخت از آنچه که هستی بله. من رو تشکیل میده، بله. و گشودن این به سوی جهان بشری، جهان آزاده. بله. چون انسان اول باید هویت داشته باشه تا بتونه شهروند بشه، شهروند ایران بشه و بتونه شهروند جهانی بشه. خب حالا من البته چون من تو آلمان فعالیت سیاسیم رو خیلی زود آغاز کرده بودم، کلمه هویت میگیم تابو در آلمان دیگه، همیشه با خود کلمه هویت مشکل داشتم، ولی این رو درک مضمون رو میپذیرم، شخصی نظر من. خب میرسیم به یاسین اهوازی، دوست دیرینه خودم از خلق عرب، و فکر میکنم همه ما میپذیریم توهینی که امروز به نام ایرانی
به خلق عرب میشه، توهینی است که به قامت همه انسانیت میشه. و همه این رو پذیرا هستیم که هموطنان عزیز عرب ما عزیزتر از آن هستند که ما بخواهیم این رنگ مهمی از رنگین کمان سرزمین خودمون رو با زبان توهین بهش خطاب بکنیم. حتما باید جلوش حساب. اتفاقا چندی پیش برنامه‌ای هم داشتم در همین اندیشه عرب ستیزانه‌ای که چندی پیش در ایران مطرح شده بود. به هر حال نمیخوام با این نگاه نگاتیو وارد بحثی که میخوای بکنی بشم، ولی به هر حال لازم بود شاید اینو عنوان بکنم. یاسین جان، نظر تو در مورد این رنگین کمانی که در این جامعه وجود داره اما به کار گرفته نمیشه چیست؟ بله، با سلام به شما آقای ملکوتی و تشکر از تلویزیون رژالت. ببینید دوستان به اندازه کافی توضیح دادم، اما حساسیت هایی که متاسفانه از دوران پهلوی به نظام جمهوری اسلامی ایران کشانده شد، یعنی همون سیاست در همون ابعاد گسترده تر ممکنه داره اجرا میشه، همین به اصطلاح به حاشیه راندن همین تنوع و تکثر فرهنگی زبانی و قومی است که در ایران وجود داره و متاسفانه بدتر از اون در همون اقلیم اهواز یا مردم عرب ایران که ما بعضی وقتی فکر میکنیم راجع این مسئله که این شدت و حدت عرب ستیزی یا به اصطلاح به حاشیه راندن یا سرکوب ها از چه ناشی میشه، به چه دلیل این ادعای دموکراسی و تمدن خانه که میکنن نظام های سابق امروز، ولی حداقل ارزشی برای حداقل حقوق فرهنگی یک قوم یا یک ملیت ایران قائل نیستن. ما وقتی فکر میکنیم میبینیم که مثلا این نفت گاز وقتی میاد جلو میبینیم این تبدیل به نکبت شد برای ما. و خب این سیاست زمان قدیم هم بوده، زمان شاه، که به دلیل وجود ثروت سعی میکردن که این ملت به حاشیه برونن، به شکل‌های مختلف محو فرهنگیش بکنن. جنوساید فرهنگی از اون زمان که مثلا فعالین عرب شروع به اعتراض کردن، جنوساید فرهنگی رو مصادف با جنوساید فیزیکی قلمداد میکردن، بدین شکل که میگفتن اگر شما یک قومی را از نظر فرهنگی بکشید، نابود بکنید، فرهنگش به عنوانی که اون قوم از بین بردید، چرا که این عمل برخلاف تمایل و میل اون ملت هستش. و همین مسئله رو مثلا در اون موقع تا امروز مطرح میکنن، آیا جان انسان ها برای شما مهمتره یا سرزمین؟ وقتی که تهمت مثلا خب میدونید که همیشه باید اتهامات تجزیه طلبی و به این اتهامات و نگاه امنیتی سرکوب های فیزیکی و فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی پیش میرفت تا امروز که شدت حدت داره. اما چون که دوستان گفتم این تکثر، این به اصطلاح وجود ملیت ایران که حالا 50 تا 60% کمتر یا بیشتر از نفوس و جمعیت ایران رو تشکیل میده، نمیشه این کارش که از این دیوار نمیتونن بگذارن. و خواه نخواه در این جامعه که نام بردن به اصطلاح انفورماتیو سوسایتی که وجود داره، جامعه اطلاعاتی دنیا و به اصطلاح بیداری مردم به خصوص در ایران و آگاهی به مسئله هویتشون، آگاهی به مسئله حقوقشون که از ابتدایی ترین حقوق در کنوانسیون های حقوق بشر وجود داره نمیگذارن و آگاه هستن به این مسئله. نکات به نظر من بسیار کلیدی رو در صحبت ها مطرح شد، هم در حوزه نقد و هم نقد منفی، هم در حوزه نقد مثبت. اون که آنچه را که نگاه به خصوص یوسف کرد، نگاه شما عنوان نقد مثبت که میشه این رو به عنوان یک دستاورد تاریخی، میراث تاریخی گرفت و ازش یک سرمایه عظیم ساخت، یا میتوان این سرمایه داشته را سوزاند و از بین برد. حالا تصمیم با کیست؟ خب شما با داشتن احساس مسئولیت اجتماعی تاریخی به عنوان فرد، به عنوان عضوی از تشکل‌هایی که خود برپا کردید، دور هم جمع شدید.
یک نهادی رو به وجود آوردید به نام کنگره ملیت‌های ایرانی. یک نهاد سیاسی که من تصور میکنم جدا از سیاسی بودن پیام فرهنگی رو هم با خودش حمل میکنه، حامل فرهنگیه. خب برای چی این نهاد به وجود اومد؟ برای اینکه بتوانید در واقع اون خواسته و دادخواهی برابری خواهانه رو در جامعه به تصویر بکشونید. حال پرسش بعدی من از شما به عنوان اعضای فعال روشن فکر جامعه مدنی ایرانی این است که این مشکل رو ما در دو حوزه باش مواجه هستیم. حوزه‌ای که به ساختار سیاست مربوط میشه که تکثرگرایی رو نمیپذیره و اصل رو بر تمرکز قرار داده. حوزه دیگر ذهنیت عمومی است. حال ذهنیت عمومی رو روایت‌های متفاوت ازش هست. بخشی معتقدن میراثی از فرهنگ پلشتی و غلط گذشته که بر جا مونده. روایت دیگر که من بهش اعتقاد زیاد دارم معتقدم که این میراث فرهنگی در واقع محصول همان ساختار سیاسی است و دخالت‌هاش و سعی میکنه این رو به عنوان یک ذهنیت فرهنگی اجتماعی عمومی جا بگذاره. شما به عنوان روشنفکران این عصر این دادخواهی چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید در تقابل با این سیاست؟ از ضیا جان عزیز. بسیار ممنونم. من به سهم خود از این دقت و نظرتون. ببینید تمام سیستم های حکومتی انحصار طلب و مرکزگرا، من واژه انحصار طلب رو به مرکزگرایی تمرکز اضافه میکنم. یعنی تمرکز انحصار طلبی زبانی در دوره پهلوی که انحصار طلبی مذهبی خمینی هم بر اون همون سبزه اسلام ولایت فقیهی افزوده شد. اینها چه کار میکنن با تاریخ کلا برای توجیه کارهای امروزی خودشون؟ سه بلا سر تاریخ میارن. اون بخشش که به دردشون نمیخوره و مزاحمه سعی میکنن حذفش بکنن تا کوروش آسوده بخواب ما بیداریم. قبل از 2000 سال تمدن ایلامی، گوتی، ماننا، کاسی در لرستان همشون حذف شدن. هیچ ایرانی اسم یک شاهی که 2200 سال بر این مملکت سلطنت کرده ایلام نمیشناسه. اسم یه ملکه‌شو که بزرگترین سالن موزه لوور بهش تخصیص یافته. اما آثار عتیقه که مال مثلا روی تپه‌های چغامیش به دست اومدی میگی که این فرهنگ 6000 ساله. دقیقاً. این ولی اون بخش هست میشه. اون بخشش که به درد نمیخوره ولی نمیشه حذفش کرد، کم رنگ میکنه. اشکانی کم رنگ میشه، سلجوقی کم رنگ میشه و اون بخشش که به دردش میکنه نورافکن میذاره و برجستش میکنه. هخامنشی، ساسانیه و صفویه است و که از پهلوی شد ملک ایران صدر عهد باست. بس یه نوع مضمون پست مدرنیستی هم توی این گزینه‌ها دقیقاً اینو که خواستم بگم. با این رفتاری که انجام میگیره یه تاریخی ساخته میشه که تاریخ جعلیه و رسمیه. واقعیت اینه که بخش روشنفکر به نظر من برخوردش با این تاریخ باید این باشه که اون بخش‌های فراموش شده تاریخ زباله‌دانی نداره که بخششو بندازیم توش. تاریخ ایران همونه که گذشته براش. تمام این سلسله هم انسان‌های خوب، شاه‌های خوب داشتن، شاه‌های بد داشتن. نسبت به خودمون خوب بودن، بد بودن، نسبت به دیگران ممکنه بد بودن یا برای ما خوب بودن. به هر حال قضاوت‌های جمعی و تاریخی و از زاویه انسانی هم باشه به اینو انجام بدیم. بنابراین من نظرم اینه که ما در برخورد تاریخیمون نسبت به تاریخ خودمون بایستی یک بازنگری
علمی و انسانی داشت. اینجاست اون حوزه ذهنیت بله که امروز اثرگذاره بله. در نگاه اشتباه به این پدیده. و در شناختن خودمون هم بنابراین در نگرش به تاریخ ایران میبینیم که هر بخش از این مردمان ایران زمانی به اینجا مهاجرت کردن. اول مهاجر بودن همهشون جز بلوچ‌ها که ساکنان اصلی این سرزمین بودند. ما از تاریخ مهاجرت بلوچ‌ها خبر نداریم. همه از جمله خود اون ایلامی‌ها مهاجر بودن. بعد صاحب این سرزمین شدن، مدافع این همون که برای افغانی‌ها شما تامین دادید، تولید کردن، دفاع کردن از این سرزمین، صاحبان این سرزمین شدن. همه صاحبان متساوی الحقوق این سرزمین هستند. نگرش تاریخی به ما اینو میگه که همه اومدن ساکن این مملکت شدن، صاحب این مملکت هست. خب حال این از منظر تاریخ. بله. از منظر ساختار سیاسی خودش رو حداقل در 100 سال گذشته روی این فرهنگ تمرکز قرار داده. با اون چه باید کرد؟ به نظر من اگه ممکنه کوتاه. و خیلی کوتاه، این یک سیستمی است که با ساخت و یعنی ساخت دولت در ایران، ساخت دولت تک زبانی، تک دینی و تک فرهنگی در ایران و انحصار طلب با ساخت متکثر و چندگانه جامعه واقعی ایران نمیسازه. این بایستی کنار بره. کنگره برای این به وجود اومده، ما آوردیم که در واقع همه ما که ساخت دولت با ساخت متکثر جامعه ایران منطبق بشه و ناشی از اون بشه که میشه دولت فدرال ایران. به هر حال یه پیشنهاده برای عبور از این بنبست. خب یوسف جان، نظر شما پیرامون همین پرسش با دو مانعی که ما مواجه هستیم، مانع ذهنی و عینیتی که در ساختار سیاسی. آره. ما خیلی ممنون. در شناخت این مانع من به طور خلاصه میگم که اون چه که شما اشاره کردین 100 سال گذشته شکل گرفته. اینا اون چه که شکل گرفته از نظر واقعیت تاریخی با دیدگاه من متعلق به دوره استعماره، متعلق به دوره‌ای است که خود ایرانی‌ها به طور آزاد و دموکراتیک این شرایط 100 سال گذشته رو به وجود نیاوردن، بلکه از طریق توطئه با به اصطلاح کار کردن و نقشه چیدن اینا به وجود آورده شده. و اون چه که الان برای ما برمیگرده، ما در مقابل این واقعیت قبل از هر چیز من به این اشاره کنم، فارسی یک اصطلاح بسیار جالبی داره، میگه بروز شدن. به شکل بین المللی میگن اپدیت شدن. اینا ما بخوایم به شکل امروزی برای مثلا برطرف کردن اون چه که مشکلاتی که مانع تحقق ایدال های ما یا اون چه که امروز میطلبه هست، باید راهی میاندیشیدیم و ما این راه رو اینجوری دیدیم که ملیت ها، تشکل ها که از متعلق به ملیت ها اینا کنگره تشکیل بدن، بتونن به شکل فدراتیو و کنفدراتیو در کنار هم قرار بگیرن، بتونن به شکل یک راه حلی که شرایط امروز برای بروز شدن میطلبه چاره اندیشی کنن. قبل از هر چیز زمانه و عصری که داریم زندگی میکنیم در نظر بگیریم که بیش از هر زمان دیگه میطلبه که ما تبعیض را از بین ببریم. بدون یک جایی باید بالاخره آغاز بکنیم برای از بین بردن تبعیض. یعنی برابری میتونیم یه راهی برای حل مثلا برابر شدن و برابر در کنار هم دیگه قرار گرفتن و آزاد کردن انرژیمون، توانمون تلاش کنیم. این کنگره بر اساس این شکل گرفته. از نظر من یک به اصطلاح چاره‌اندیشی مهمی در تاریخ ایران هست و استراتژیک هست. این حتی با برداشتن مانع‌ها هم این همکاری های ما در کنار هم قرار گرفتن های ما به شکل آزادانه، داوطلبانه و دموکراتیک باید ادامه پیدا بکنه.
همونجور که در صحبت نوبت قبلی هم اشاره کردم، ما به اون ایده آرمان هامون هم به عنوان در محدوده جغرافی متعلق به خودمون کشور ایران میخوایم انجام بدیم، هم در منطقه اون چه که شرایط امروز میطلبه وظایف خودمون رو برای پیشرفت و ترقی منطقه و به عنوان انسان به عنوان بخشی از جامعه بشری در سطح دنیا اینا. بسیار ممنون. خب یاسین عزیزم شما. ببخشید. بله میدونید از ذهنیت خب ما در تقابل سیاسی با نظام و یا با حتی با اپوزیسیون ایران در خارج کشور مشکل داریم. این بدبینی و این ذهنیتی که الان وجود داره نسبت به ملیت ها و یک خاص طلبات ملیت دلایل مختلفی داره. من در همین فعالیت های گسترده که در حوزه کنگره و ملیت ایران و دیگر جاها داشتم متوجه می شدم که بسیار متاسفانه از کسانی که خود را در چارچوب اپوزیسیون معرفی میکردن حتی مملکت خودشون هم نمیشناختن، نمیدونستن مثلا در اونجا اقوام یا ملیت های وجود داره، نمیدونستن که اونجا اصلا عرب زندگی میکنه و با توجه به این مسئله توجه میکنن. با فعالیت سیاسی ما و به اصطلاح همین استفاده از این گستردگی امکانات اجتماعی و فعالیت مستمر باعث شد که و مهمتر از همه جنب و جوش و به اصطلاح اعتراضات مدنی در داخل ایران که در مناطق قومی و ملیتی ایران درگیر شد باعث شد که اینها بدونن که اونجا به اصطلاح مردمی زندگی میکنن که از نظر زبانی، که از نظر تاریخی و چرا فکر میکنی اصلا دلیلش چیه این عدم آگاهی؟ حالا یه بخشش میگیم ساختار سیاسی، آموزشی و غیره، ولی فرامرز اشاره درستی میکنه. عصر اطلاعات، عصر اینفرماتیک، ما امکان این رو داریم که اطلاعات رو به هم برسونیم. کمبودها کجاست؟ آیا میتونه کمبود کار ما هم باشد؟ طبعا این که یعنی فقط اون طرف رو نبینیم؟ طبعا در این که ما نواقص زیادی در کارمون داریم. ما امروز میدونید که وقتی که در مجمع عمومی داشتیم به این مسئله رسیدگی کردیم و وقت زیادی به این نواقص کار کنگره و انتقاد از خود میکردیم که در چه به اصطلاح محیط حوزه‌های کمبود داریم. اما متاسفانه من باید اینجا اعلام بکنم که چنانکه گفته شد اونجا هم یک تفکر به اصطلاح منفی و نگاه امنیتی حتی در بین غیر از اینکه نظام ایران در بین اپوزیسیون هم وجود داره که سعی میکنن اطلاعات سکوت میکنن در مقابل طلبات و خواسته های ملیت ایران و همین که کمتر در سایت های خود اشاره به این مسئله میکنن. در واقع یه هراسی دامن گستر کردند از اینکه این نیاز به تکثر، نیاز به عبور از این تمرکز یک هدف در واقع فرضی دارد. بر مبنای فرض تئوری توطئه و غیره تحت عنوان اینکه قرار تجزیه بکنن این هراس رو دامن می‌گسترند. بنابراین خیلی اصلا وارد دیالوگ نمیشن متاسفانه. بله و بدتر از همه اینه که من بهتون بگم که با اینکه ما براشون توضیح میدیم، با اینکه برنامه سیاسی مشخصه، اساسنامه مشخصه، چون ببینید من نمیتونم، من به نوع فعال سیاسی اینو یاد گرفتم در طول مبارزات تاریخی. در کنگره ملیت ایران ما همه این کارو میکنیم. اگه بخوام با یک حزب سیاسی، با یک شیعه به اصطلاح نظام سیاسی برخورد بکنیم، ما در ولعبق به برنامه سیاسی اون حزب مراجعه میکنیم، به اساس اون حزب مراجعه میکنیم، مطالعهش میکنیم، ببینیم اون نظرات اونها چی هست، چی میخوان، چیزی میگوین راجع به این یا اون حوزه. اما متاسفانه آنچه که مربوط به ملیت‌های ایران میشه، میدونید که تو خانه شایعات و تهمت زنی خیلی سنگین بوده. اینم بگم اشاره بکنم که در این 4-5 سال اخیر خیلی کم شده ولی نسبت به 5 سال 4 سال گذشته. اما متاسفانه این نشون میده چقدر ذهنیت سنگینه که زدایش در واقع اون بلاهت‌ها چقدر زمان میبره، چقدر کار میبره. و خب ما هم شاید کم کار بودیم. من از خودم من میتونم اینم بگم، با اینکه فکر میکنم در هر جمله‌ای که می‌نویسیم صحبت از عدم تمرکز میکنیم، ولی شاید تو برخی از زمینهایی که باید بیشتر کار در حوزه فرهنگی میکردیم
کم بهش توجه کردیم. درد دل درستی، همه بهش در واقع مؤمنیم. فرامرز جان. دولت مرکزی، اون استبداد حاکم همه چی رو در انحصار خودش گرفته، تاریخ رو هم در انحصار خودش داره. اصولاً ما یک مورخی در ایران نداشتیم که بتونه شرایط جامعه رو بنویسه. تاریخ ما همیشه یک میرزا بنویس های درباری بودند که شاه اونجا قدم میزده و به اون میگفته بنویس و آنچه که میخواسته اون مینوشته و تنها از طریق دربار بوده که مرکب و کاغذ در اختیار اون میرزا بنویس قرار میگرفته. این است که تاریخ دولتیه و هیچ وقت مردم نتونستن که حقایق تاریخی رو درک بکنن و در سیستم متمرکز خب تمام ثروت در یک جا جمع میشه و وقتی که ثروت در یک جا جمع شد خب سرکوب و استبداد و دیکتاتوری هم به دنبال داره. یعنی به هیچ وجه نگاه ابسترکت نیست وقتی ما به ملیت‌های ایران نگاه میکنیم، یعنی وقتی صحبت از تبعیض میشه یه سری واقعیت‌های قابل لمس وجود داره. بله. یعنی اینکه ثروت، بله. شما به خلق عرب نگاه کنید، بله. در وضعیت معیشتی که زندگی میکنن، امکاناتی که بله. در اختیار دارن، آبی که می نوشن در داوره. به خلق بلوچ نگاه بکنید، سیستان نگاه کنیم، یک واحد صنعتی در کردستان وجود نداره. توجه کنیم با این همه شعور و آگاهی سیاسی که وجود داره، این همه تضییقات و ترس و امنیت سازی در آذربایجان نگاه کنید. به دلیل رشد آگاهی و پتانسیل سوادی که در اونجا وجود داره و ترس از آن سواد و آن آموزه ها و دیگر خلق ترکمن. خب این هم یک مسئله است، این موزل. بله. در یاسوج، در لرستان، در آمار خودکشی نه تنها در ایران اوله، در تمام کشورهای خاورمیانه اوله که اینها به خاطر فقر پدری خودش رو میکشه، 2 فرزندش هم میکشه، یا دختر دانشجوی خودش رو میکشه. اصلا یه معضلی شده. خب اینها همه به خاطر اون استبداد مرکزی، اینا همه از پیامدهای منفی ستم ملیه که در جامعه ایران وجود داره و تأثیر میذاره روی فرهنگ‌های درونی. یعنی در واقع این سیستمی که سهامداری شهروندان، بخوایم زبان حقوقی صحبت بکنیم، همه شهروندان رو قبول ندارد، به ویژه در ایران سهامداری ملیت‌ها هم نمیپذیره، با فشاری که مضاعفی که ایجاد میکنه باعث انسداد اون انکشاف فرهنگی در خود درون این خلق‌ها میشه و قربانیان در واقع اون جامعه ستم مضاعف رو بیش از هر کس دیگه تجربه میکنن، به ویژه زنان در اینجا. ما دیروز با ضیای عزیزم، ما هر وقت همدیگر رو میبینیم اشتیاق صحبت کردن با هم و پیدا کردن راهکار برای سرنوشت ما رو میکشونه به بحث‌های بعضی وقتا فضایی، ولی فضایی که به هر حال به زمین ما مربوط میشه. ما صحبتی با هم داشتیم در این که روشن فکر جامعه ایرانی متوجه این ظرفیت عظیم، این سرمایه عظیم نیست. ما به یه بازار 80 میلیونی تو ایران توجه داریم. از این بازار 80 میلیونی 50 میلیونیشو گذاشتیم کنار، بیشتر، چون اگه نمیشه زن هم حساب کنیم، زنان رو حساب کنیم، عملا با یه بازار 20 میلیونی تمام توجه وجود داره. حال با داشتن خلق عرب در ایران ما به یک بازار 500 میلیونی ارتباط برقرار میکنیم. اینو
رو برای کی میگم؟ اینه برای اونایی که دنبال بازار و سوداگری و امپراتوری و اینا هستن توجه کنید. با داشتن خلقها و با سهامداری مدیریت آنها در اقتصاد، سیاست، فرهنگ این کشور، نمایندگان مدیریتی در یک اقتصاد 1 میلیارد نفری در منطقه ایجاد میشه. یعنی این ثروت هنگفت رو این سوداگران سیاسی دارن از دست میدن. مردمی که به شما در واقع داره وعده داده میشه که اینها تجزیه طلبن، نه، تجزیه رو اونا دارن میکنن، جامعه رو دارن میبندن در یک بازار بسته، چه به لحاظ فرهنگ چه لحاظ اقتصادی دارن خفه میکنن، اونم در عصر انکشاف انسانی و گلوبالیزاسیون. بنابراین من میخوام نگاه پرسش پایانی رو ببریم به یک دید استراتژیک و امیدوار کننده به مردم که چه اتفاقی میفته. چه اتفاقی میفته اگر خلق عرب تمام آموزه های مدرن بشری رو در درون خودش بیاموزه، از فقر رها بشه، از فقر اقتصادی، از فقر فرهنگی و فقر سیاسی رها بشه، سهامدار مشاع این سرزمین در همه زمینه ها باشه. چه اتفاقی میفته یاسین جان در زندگی ایران؟ اگر شما رشد بکنی، اگر مردم عرب دارای در واقع اون غنای فرهنگی که در درونشون هست بشون، چه اتفاقی میفته؟ بله ببینید، در برنامه‌هایی که اخیر، اتفاقاتی که در 1 ماه و نیم اخیر میدونید در اقلیم اهواز به وجود آمد، مردم عرب، جوانان عرب شعار میدادن، طلباتشون این بود که خواهان فقط یک زندگی عادی، احترام به هویت و یک حقوق شهروندی عادی هستش که میتونه در خدمت همون سیستم به اصطلاح اقتصادی که کشور باشه. مردم عرب طلباتی غیر از این ندارن که به عنوان یک انسان شناخته بشن، به عنوان اون ثروتی که زیر پاشون هستش هم سهمی ببرن، نه اینکه به غارت برده بشه و چنان که همونطور که نفت و گازشون به غارت برده شد، آبشون هم به غارت برده شد. و این در شعارهایی که فیلم‌هایی که پخش شده در یوتیوب موجوده، شعارهایی که داده میشه به وضوح وجود داره. در سفر چند وقت پیش آقای رئیس جمهور نظام ایران به منطقه که با بعضی از شیوخ و بزرگان عرب نشسته بود در همین شهر اهواز که فیلمش هم یوتیوب هست، علنا میپرسن شیوخ که میدونید که محافظه کار هستن، یعنی سعی میکنن یک کارت میانه رو برقرار بکنن، علنا به آقای روحانی میگویند که شما نفت ما رو بردید، گاز ما رو بردید و الان آب ما رو بردید، خب این مردم جوانان گرسنن چیکار باید بکنن؟ آینده رو میبرن. بله، بعد بنابراین خب این تبدیل میشه به یک تقابل. این تقابل هم برای هیچ کس آرزوشو نمیکنه. همه چون انسان وقتی به دنیا میاد میخواد که به عنوان یک انسان زندگی بکنه و در کنار چه انسانیه که جنگو میتونه تحمل بکنه، اصلا به عنوان یک آینده خوب برای خودش در نظر بگیره، یک ابزار مناسب. هیچ انسان، همه انسان‌ها طالب صلحن. بله، ولی متاسفانه با همون نگاه امنیتی که صحبت شد، نگاه امنیتی، اجازه بدید من خب بگم وقتی صحبت از نگاه امنیتی میشه یعنی چی؟ ببینید نگاه امنیتی یعنی که شما رو خودی قلمداد نمی‌کنه، یعنی شما رو اجنبی میدونن و وقتی شما رو با این نگاه میکنن یعنی که شما باید سرکوب بشی از همه امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، یا مطیع بشی یا محبوب بشی و برای اگر اعتراضی بکنن به اتهامات خیانت، جاسوس یا زندان طویل مدت و یا اعدام میشی. خب این هیچ سودی که کشور نمیبره، بلکه کشور وارد یک هرج و مرجی میبره که ما الان شاهد هستیم در مناطق ملیت‌های ایران برقراره. اما اگر به حال ببینید برعکسش بشه، این حکومت بیاد همون قانون اساسی ناقص خودش اجرا بکنه، به خصوص بند 15 و 19 همون که با همون قانون ناقصی که دارن، قانون اساسی 15 و 19 اجرا بکنن، خب مردم میبینن میتونن که رشد بکنن، بچه‌هاشون به مدرسه برن، حداقل یک نانی سر سفره باشه و هیچ چماقی بالا سرشون نباشه. این حداقله. و به نظرم در همین خواسته، در همین سطح از خواسته، این یه مرتبه نخستینه، تازه برای رفتن به مراتب بعدی. من فکر می‌کنم همینم نمیدن به مردم. بله، همینم نمیدن. مشکل
ترسشون از اینه که این مرتبه میتونه سبب هوشیاری بشه و خواسته های بیشتر. اتفاقا ببخشید من اضافه بکنم، به همین دلیله ما چون ما خبر داریم و در اسنادش هم که وجود در داخل اومده، به همین دلیل ملیت‌ها به خصوص اونچه که در اقلیم اهواز به وجود میاد به همین دلیل سرکوب میکنن، به خصوص از نظر اقتصادی که جمعیت رشد نکنه. میگه اگر اینا ما به اینا امکان داریم، اینا مثلا امکان اقتصادی داریم، اینا مثلا خب نون میاد سر سفرهشون، وقتی نون میاد سر سفره خب امکان ازدواج داره، ازدواج بچه میاره و این نفوذ زیاد، جمعیت زیاد میشه و تهدیدی میشه برای نظام، نه ایران، چون رژیم ایران در فکر حفظ منافع نظامه، نه که نه مردم ایران. تأسف آوره نه؟ حیفه وقتی آدم میتونه یک زندگی با سعادت داشته باشه، اینقدر زمانه و سرنوشت و همه چیز خودش اینقدر تلخ میکنه. زیا جان نظر تو در رابطه با آینده، این انرژی مثبتی رو که میشه ایجاد کرد و ولی همش به سوی منفی داره سیر میکنه چیه؟ ببخشید من با یه بیتی شروع کنم، میگه برو که جغد نشیند به خانه‌ات ای شیخ، چه خانه ها که تو محتاج بوریا کردی. یعنی حسیر. بله این انتظار غیر از این هم از این بگم مدیریت ندانها و ضد مدیریت واقعا که جمله اولیه‌شون که دنیاست، به اصطلاح نظام دنیا از زمان آدم اسمیت به جای انسان مذهبی در کتابش به لاتین نوشت که هومو اکونومیکوس، انسان اقتصادی به وجود اومده که بر اساس منافع اقتصادیش دنیا رو میبینه. اقتصاد مال خره. خب آدم چه انتظاری از نظامی میتونه داشته باشه که البته بر علیه هرچی ثروت تو این همینا که میگفتن اقتصاد مال خره بردن تو بانک‌های خارجی. بله دیگه غارت کردن با واقعیت اینه که ایران به دلیل همین دوستان هم اشاره کردن، اولا من عرض کردم که این نظام موقعیت جغرافیاییش و اینکه در مرزهاش ملیت‌های مختلفی وجود دارن که در اون سوی مرز هم لور در عراق، نمیدونم ترک در الی آخر، یک دقیقه ببخشید وجود دارن، میتونه با اگر این عینک امنیتی رو برداریم و به اینها به عنوان شهروندان آزاد و برابر نگاه کنیم، ایران ابزار این رو خواهد داشت که به وسیله عرب و لور و کرد و ترک و ترکمن و بلوچ و غیره بتونه روی همون یک منطقه 800 میلیونی و 1 میلیاردی به عنوان یک مرکز و مرکز ثروت باز بشه، نه به عنوان یک مردمانی که خودشونو برگزیده میدونن و در واقع ایران رو میخوان در آینده به دلیل این انحصار طلبیشون تجزیه بکنند روی اون 20 میلیون بیاد. در واقع سوداگری های یک عده خاص، مافیایی خاص میتونه یک تاریخ رو به پایانش برسونه. یوسف جان میخوام این نوید فردایی رو ببینیم تو چگونه میخوای به ما بگی. چشم. من قبل از هر چیز از بسیار قبلش بگم که وقت اون به پایان باش. 2 دقیقه آره من ترکمنای ضرب المثلی دارن، میگه یخش نیت یارم دولت. تو میگه نیت خیر داشته باشی نصف راه موفقیت و سعادت را طی کردین. آره یه بار دیگه بگو به ترکمنی. یخش نیت یارم دولت. یخشی نیت نیت خیر. نیت خیر. آره ما برای آینده ای که خیر هست به اصطلاح گفتیم داریم چاره اندیشی میکنیم، راهی پیدا کردیم. بعد خب جامعه بشری به حد کافی هم دستاوردهای فراوانی داره. ما نگاه بکنیم همین تو اروپا آلمان و فرانسه 50-60 سال پیش هم سرزمین هم دیگه جنگ کردن، سرزمین هم دیگه رو اشغال کردن، ولی امروز در کنار هم دیگه اتحادیه اروپا را ساختن، در دنیای قدرتی هن، هیچ کی نمیتونه نادیده بگیره. ما هم تو منطقمون تو کشورمون با نیت خیر حرکت کنیم، همجور که در آغاز صحبت شد
ایران یک مرکزی بشه برای خودش، برای آینده بهتر زیستن و هم برای منطقه و جهان. من در رابطه با خلق ترکمن نگاه میکنم، از گذشتمون خیلی حرف داریم، ولی من فقط اشاره بکنم همین که دوستمون آقای یاسین اهوازی اشاره کردن به مسئله نفت که باعث نکبت شده. تو میتونی یه چیز خیر رو تبدیل به یه نکبت بکنی. مثلا سرزمین ترکمن خب سرسبز، باعث تولید کشاورزی یا قطب کشاورزی حساب میاد. خب اینو گفتیم همه بدبختی ما بخصوص در عصر کنونی معاصر از زمان پهلوی شروع میشه. رضا شاه اومد گفت که ترکمن صحرا مال شخص ایشونه، جز املاک پهلوی کرد تو مجلس به تصویب رسوند که اینجا املاک شخصیشه. بعد از این مدتی شروع کرد به فروختن بخشی از زمین‌های اینور اونور به خود ترکمن‌ها. بعدش خب اوضاع عوض شد، جنگ دوم جهانی و پسرش اومد یه نماینده تعیین کرد اونجا، نمیدونم گارد سلطنتی برد، شروع کرد به دادن زمین‌ها به سران ارتش و نمیدونم خانواده سلطنت و پولدارا و فلان اینا. یه اراضی به اصطلاح 20% هم دست ترکمن‌ها نبود، 80%ش افتاد دست قاسبا به اشکال مختلف با برنامه‌ریزی از دولت. اینا باید بالا. به هر حال زندگی از ما ایجاب میکنه، همونجور که گفتم تو زبان فارسی اصطلاح خوبیه، باید به روز بشیم، هیچ راه دیگه نداریم، آینده خیری نداریم. اینا به هر حال امیدوارم ما بتونیم با این کنگره ملیت‌های ایران فدرال سیستم فدرالی به وجود بیاریم، هم خودمون به طور فدراتیو در کنار هم باشیم، هم با منطقه و دنیا به شکل کنفدراتیو در همکاری و تعامل باشیم. فرامرز جان تو شدی آخر. بله، دولت‌ها در ایران دارای تأخر فرهنگی هستند نسبت به ملت و این نفاق افکنی رو بیشتر دولت ایجاد میکنه. خود مردم با هم رابطه بهتری دارن. ما برای مثال در بختیاری یک روستاهایی هستند در نزدیکی هم 2-3 کیلومتری هم، یک روستا ترکنشینه، یک روستا مسیحیه ارمنی نشینه و یک روستا هم بختیاری نشینه. اینها چند صد ساله که با کنار همدیگه زندگی میکنن، چه زیبا. و این نشان میده که اون روحیه دموکراتیک و تساهل، تسامح و همزیستی و ارزش‌های انسانی در ایران وجود داره. فقط دولت مرکزی در تهرانه که فاقد اونه و دولت‌ها کم کم یاد میگیرن. الان هر انسان دلسوزی فکر میکنه که خب چرا ما ایرانی‌ها 100 ساله علی‌رغم این همه خیزش‌های سیاسی هنوز به دموکراسی و آزادی دست پیدا نکردیم؟ خب این سوال برای ما هم بود. اندیشه ما رو خیلی به خودش مشغول کرده بود. به این نتیجه رسیدیم که تا ثروت و قدرت بین همه ایرانیان توزیع نشه، همه به رفاه و پیشرفت و آزادی و انسانیت نمیرسن و دولت مرکزی به صورت یک استعمار داخلی داره منابع ما رو غارت میکنه و خارج میکنه و اجازه نمیده که ما به اون آسایش و رفاه و اقتصادی که شما گفتین برسیم که در مجموع همه استفاده بکنن. خب ما تقریبا به پایان وقت رسیدیم. نظام‌های خودکامه، نظام‌های تمرکزخواهانی یک هیرارشی از مراتب متفاوت تا به اون نوک هرم می‌سازند و نیروهای مطیع رو در مرتبه‌های مختلف نسبت به یکدیگه قرار میدن. ببین بر قامت و پیکر آن که در پایه‌های این حجم عظیم از فشار قرار میگیره چه بر سر اون میاد که اون در واقع میشن مردم ساده یک سرزمین، زنان یک سرزمین. عصر مدرن خودش رو با
در واقع نگاه مدرن به انسانیت به تعریف میکشونه، نه با لباس، نه با جلوه های ظاهری، با داشتن ماشین نو، ابزار تکنولوژی نو. بسیاری از اندیشه های بنیادگرایی امروز داعش سوار بر تکنولوژیه، بله. اما بنیادگرایی و عقب ماندگی در او مرز نمیشناسه. بنابراین مدرنیته رو، یکی دیگه از جلوه های مهم مدرنیته در تعریف تو از وجود انسان و انسانیت، و این رو باید زبان سیاست، اندیشه سیاست در ایران پیدا کند، وگرنه از کاروان تاریخ به بیرون پرت خواهیم شد. با سپاس از حضور فرد شما که در این برنامه حضور و هم رسوندین و ما رو در واقع به ما یک بار دیگه این نهیب رو زدید که کجای این جهان ایستاده ایم و باید کجا بایستیم. همراه با ضیاء صدر اشرافی عزیزم، یاسین اهوازی گرامیم، فرامرز بختیاری مهربانم، یوسف کر خوبم، برای شما بینندگان عزیز همه خلق‌های ایران بهترین آرزوها رو داریم. شب و روزتان خوش.